به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز با هم در این روزهای مبارک سال و بهترین ماه در یک سال که ماه مبارک رمضان می باشد، عید فدیه دادن به جای روزه صحبت میکنیم. چطوری که عزیزان میدانید، از شرط های روزه‌داری این است که نفری که میخواهد روزه گیرد حتما باید مسلمان باشد، حتما باید عاقل باشد. هر نفری که بیمار است، مجنون است، برای او روزه فرض نیست و به بلاغت رسیده باشد. اگرچه میتوانند کودک ها نیز روزه گیرند و این برای خودشان و برای پدر و مادرشان هم اجر است. و این چونین حتما هر نفری که روزه میگیرد نباید مسافر باشد. ولیکن برای اینکه مسافر روزه میگیرد یا نه، تمام علما اتفاق هستند که او اختیار دارد. اگر خواست روزه میگیرد، اگر خواست روزه نمیگیرد. زیرا در تمام کتاب سنن پیدا میکنیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر صحابگان بعضا روزه می داشتند، بعضا روزه نه. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در بعضی از سفرهای خود روزه‌دار بودند، در بعضی دیگرش روزه‌دار نبودند. پس نفری که مسافر هست میتواند روزه گیرد و میتواند روزه نگیرد. این چونین از شرط دیگری اساسی روزه‌داری برای زنها این است که زنی که حائضه است و یا نفاس دارد، یعنی بعد از تولد کودک، اون نباید روزه گیرد. روزه برایش حرام است. چه دخترک باشد، چه زن، سن و سالش چه بالا باشد، چه پایان. اگر زن حائضه باشد، در وقت حیض باشد، روزه گرفتن برای او حرام می‌گردد. و از شرط‌های دیگری روزه‌داری این سالم بودن، صحت و سلامت بودن از بیماری می باشد. برای همین الله می گوید و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. هر کسی که بیمار باشد و یا در سفر باشد، او می تواند در دیگر روزها روزه گیرد. برای اون که بیمارانی که برای آنها روزه گرفتن جایز نیست و یا اختیاری است و کدام بیماران که علکی عموماً به بیماری آنها شفا یافتنش و یا صحت و سلامت شدنشان امیدمان نیست، در این باره یک موضوع پوره داشته باشیم. بیاید از نزدیک با بیماری ها شناس می شویم. پیش از همه می دانیم که بعضی از نمود بیماری های هست که اگرچه می گوییم بیماری و یا درد، در اصل یک چیزی کوچک است. همه می توانند به این بیماری گرفتار شوند، مثل بیماری های گریپ عادی و یا گلو درد عادی و یا درد پا، درد دست و یا یکی از دردهایی که عموماً به هر یک انسان زنده گاهی می آید گاهی می رود. این گونه بیماری ها را ما سبب روزه نگرفتن گفته نمی توانیم. حتما برای آن که گوییم که این بیماری سبب هست که صاحبش یا شخص بیمار اجازت دارد روزه نگیرد، اون بیماری از بیماری های باشد که در وقت روزه گرفتن انسان بیمار خیلی ضرر بیند. و مثل اون که انسان بیمار است، اگر روزه گرفت تماما از پای می افتد، حرکت کردن نمی تواند، برای سخن کردن هم قوت ندارد و او روزه دارم می گوید و تماما به بستر بیماری می افتد. و یا اینکه نفر بیمار است، اگر روزه گرفت بیماری او زیاد می شود، مثل اینکه درد معده است، اگر روزه دار ماند و چند ساعت اگر او گرسنه نشست ببخشید، او درد بیماری اش زیادتر و زیادتر می شود. و یا اینکه نفرانی که اگر روزه گرفتن طبیب می گوید دیگر بیماری شما یک چند ماه دیگر دوام می کند، روزه شما سبب می شود که شما به زودی شفا نیابید. انا این نمود بیماری ها از جمله بیمارانی که اگر روزه گرفتن دیگر تماما علاجی حرکت کردن ندارند و علاجی مثل انسانی عادی زندگی کردن را ندارند، می توانند روزه خودشان را خورند و روزه نگیرند. و می گوییم اما این نمود بیمارها به شرط آن روزه می خورند که یقین می دانند که آینده شفا می یابند و وقتی که شفا یافتند قرضهای روزه اشان را گرفته می دهند. فعدت من ایام اخر.
و اینها دیگر روزهایی که بهتر شدن روزه اشان را گرفته میدهند و به سبب این بیماری برای اینها شریعت اجازت میدهد که روزه نگیرند. ولی عده دیگری از بیماران هستند که همه میدانند که این گونه بیماران اصلا شفا یافتنی نیستند. بیماری به سر آنها آمده است که شفا نیابنده است، مثل بیماری سرطان و یا خود رگ که همه میدانیم سالهای آخر چه در تاجیکستان چه در تمام دنیا خیلی افزایش یافته ایستاده است، و یا بیماری های کسلی قند که اگر در درجه های بالا باشد. بعضی از بیمارانی که کسلی قند دارند برای آنها روزه هیچ مشکلی ندارد، میگویند من عادی روزه میگیرم و برای من ضرر نمیرساند. اما عده از گروه دیگری بیماران قند هستند که درجه قند آنها بالاتر است و اگر فقط 2 ساعت گرسنه مانند الکی آنها به پای خود ایستاده نمیتوانند. پس این نمود بیماری ها که بیماری قند و یا بیماری سرطان و یا بعضی از بیماری های معده که اگر انسان تمام عمر طبابت گیرد هم برای ابد شفا نمییابد، این گونه بیماران را ما میگوییم بیمارانی که برای صحت و سلامت شدنشان هیچ امیدی نیست. انا این گونه بیماران چیکار میکنند؟ آیا اینها نیز روزه هم نمیدارند، بعداً غذا هم نمیگیرند و یا برای اینها چیزی دیگری هست؟ البته که آیتی که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین در سوره بقره آمده است و آنهایی که طاقت روزه گرفتن را ندارند، قوتش را ندارند، باید فدیه دهند و فدیه آنها به یک کمبغل مقدار سیر شدن خوراک دهند. همین آیت دلیل می شود که هر بیماری که دیگر برای صحت شدن او امید نیست و او 100% روزه گرفتن نمیتواند، روزه گرفتن او چگونه که گفتیم به جسم او ضرر میرساند و قوتش را ندارد، همین آیت سبب می شود که این گونه انسان ها برای هر یک روزی که روزه نگرفتن فدیه اش را دهند و یا گفتیم جبرانش را دهند. عبدالله ابن عباس میگویند، حدیث در بخاری است، همین آیت هرگز منسوخ نشده است. این آیت درباره شخصانی هست که بیماری دارند و هرگز شفا نمییابند و درباره شخصانی هست که الکی کهنسال میباشند. درباره کهنسالان کمی بعد صحبت میکنیم. الان بیایید درباره بیمارانی که خیلی گفتیم سرطان دارند و یا بیماری قند دارند و یا بیماری های دیگری معده و یا گرده دارند که حتما باید هر 1 ساعت آب نوشند. بعضی از بیماری های هست که هر 1 ساعت و یا هر 2 ساعت باید دارو خورده استد و یا اینکه آب نوشیده استد و یا چیزی دیگر. انا این گونه بیماران به جای روزه گرفتن باید روزه خود را با فدیه جبران کنند و فدیه روزه برای هر یک نفر بیمار سیر کردنی یک کمبغل، یک مسکین می باشد. و درباره سیر کردن کمبغل که چگونه او را سیر می کند در ما 2 راهش است. یا اینکه خوراک پخته می دهد و از آن خوراکی که خودش وقتی خوراک نصف روزه کردن و یا خوراک شام خوردن میخورد مقدار از نوشابه و از نان و از خوراک همان را به مقدار سیر شدن به یک کمبغل میدهد و یا اینکه همان خوراک را خامش را میدهد و مقدار خام خوراکی که به کمبغل میدهیم در شریعت اسلام به 1.5 کیلو برنج و یا 1.5 کیلو ارد و یا 1.5 کیلو از مویز و از تمام خوراکه هایی که آن را ذخیره کرده می شود از آن عبارت می باشد. برای همین هر نفری که بیمار است و برای شفا یافتن او امید نیست و همه می دانند که امسال هم او روزه نمی گیرد، سال آینده هم روزه نمی گیرد، با همین دوام می کند، در این وقت این نفر یا خوراک پخته ای را به جای هر 1 روز خورده اش به یک کمبغل می دهد و یا اینکه همان را خامش را که خام فقط باید از
آذوقه هایی باشد که آن را ذخیره کرده می توانیم، باید همان را دهد. مثل اینکه در تاجیکستان مثلا ارد از خوراک ذخیره کننده اساسی است. در اکثریت دولت ها در شرق آسیا و اینچنین در تقریبا تمام دولت های عرب خوراک اساسی آنها برنج است. در آنجا فدیه روزه برنج می دهند. در تاجیکستان می شود ارد داد و یا مکرون و یا هر چیزی که آن را ما ذخیره کرده می توانیم و این همچون خوراکی هر روزه از آن استفاده می کنند. بخش زیاد. و درباره گفتیم خوراک دادن به یک کمبغل، حتما چیز دیگری رو ما باید به نظر گیریم. بعضی ها میگویند فدیه روزه و یا کفاره شخصانی که بیمار هستند می شود از پول هم باشد. ولی عزیزان، الله در آیت میگوید طعام و مسکین. وقتی گفتیم طعام و مسکین، الکه این فقط خوراک است، کمک، مساعده، کمک مسکین نه. بر علا میگوید طعام دادن به کمبغل. برای همین در نزد جمهور علما حتما باید خوراک داده شود. پول آن را به یک کمبغل داده نمی شود. مثلا پول 1.5 کیلو برنج و یا پول 1.5 کیلو ارد و یا 1.5 کیلو مویز و چیزهای دیگر را به کمبغل نمی دهند. حتما خودی خوراک آذوقه را خریده می دهند و یا پخته می دهند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیاری از صحابه ها اساسا پخته می دادند. برای مثال در کتاب بخاری هم آمدگی هست که انس ابن مالک وقتی که سن سالشون خیلی بالا می رود و در روایت ها آمده است که حتی به سن 108 می رسند، الکی پیر فرتود بودند و روزه داشته نمی توانستند. در این وقت بجای هر یک روزی که ایشان روزه اشان را خوردند، به یک کمبغل مقدار از گوشت، مقدار از نان و مقدار از نوشابه را می دادند که این طعام هر روزه خودشان بود. و این را می گویند هر یک نفر بیمار به شرایط خودش نگاه کرده اگر خوراک را پخته دهد، اون چیزی که خودش اساساً پخته میخورد از آن میدهد. نگوید من خامش را میدهم، که بعضی از علما میگویند خامش بهتر است، برای آن که از آن خام چگونه که خواست شخصی کمبغل استفاده میکند، میتواند اگر از خام دهد حتما 1.5 کیلو از یگان نمود آذوقه‌واری، حتما سبزیجات نه، میوه‌جات نه و یا چیزی که اون آذوقه‌واری نیست مثل لوبیا و نخود و از اینها نمیدهد، برای اینکه اساسا در تاجیکستان همچون آذوقه از لوبیا و نخود صحبت نمیرود و از ارد و از برنج و از مکرون و دیگر از میوه‌های خشک. و اینجا بعضی گمان میکنند که وقتی که یک نفر بیمار است و همه میدونیم که او دیگر صحت شدنی نیست، الله پیش از همه در این ماه مبارک رمضان تمامی مسلمان هایی که بیمار هستند برای همهشان شفای کامل دهد، ولی تقدیر و رفت قسمت الهی این است که بعضی ها بیمار هستند، بعضی ها صحت و سلامت، و هر نفری که بیمار هست بعضی ها گمان میکنیم اول رمضان شد به 30 نفر طعام میدهیم و یا مقدار خام آن را مثلا حساب میکنیم اگر برای یک نفر 1.5 کیلو برنج باشد، در 30 روز این میشود تقریبا 45 کیلوگرم. 45 کیلوگرم ارد و یا برنج را در اول که رمضان به یگان مسکین و یا فقیر میدهیم، با همین تمام. لیکن عزیزان حتما باید بعد از رمضان داده شود، یا اینکه همین روز روزه نداشتن همین روز فدیه اشان را میدهند، هر روزه اش را هر روزه، یا اینکه همه اش را جمع کرده بعد از رمضان میدهند، پیش از رمضان و یا در یکم روز رمضان همه فدیه را، پولش را و یا خودش را به کسی داده نمی شود. و گفتیم بهترینش این است که پخته دهیم و یا اینکه خام دهیم، اما پول ندهیم، برای اون که اگرچه به بعضی از نفران کمبغل گفته شود که به این پول به خودتون خوراک خریده خورید، بسیاری ها در شرایط امروزه یا به تلفن و یا به لباس و یا به جای دیگر صرف میکنند، میگویند در خانه پروداکت داریم، آذوقه‌واری داریم، بیایید این پول رو به جای دیگر صرف کنیم. برای همین اگر به کمبغل ما پول دادنی شدیم، حتما 100% امین باشد یا یقین بدانیم که با این پول او خوراک میخرد. اما اگر نمیدونیم که خوراک میخرد یا نه، به خاطر فدیه روزه خودمون خوراک پخته دهیم و یا اینکه خودمون خامش رو خریده دهیم. و گفتیم میتوانیم خامش رو دهیم، میتوانیم پخته دهیم، و اینجا
فدیتون طعام مسکین. وقتی گفتیم مسکین حتما باید به کمبغلان داده شود. حیله های شرعی کرده یک چند نفر رو به خانه به افطار و یا روزه کشایان جیغ زده انا من فدیه ام رو دادم گفته نمی شود. روزه کشایان این خوراک هست همچون مهمانی برای خویش و تبار، همسایه و یار و دوستان. اما فدیه یا خود همین جبران پولی روزه نگرفته بیماران مخصوص کمبغلان است. آنهایی که مسکین هستند، در خانه خیلی شرایط پست دارند که در تاجیکستان این گونه انسان ها شاید هر یک سیوم تاجیکستان به این حالت در عین حال گرفتار باشد. برای همین خویش و تبار دارای خود، همسایه های خود را روزه کشایان کرده فدیه بیمار رو دادم گفته نمی‌شود. حتما باید این مقدار این فدیه به کسهای داده شود که آنها مسکین هستند، کمبغل و محتاج هستند. و در وقت دادن فدیه اینجا می شود که به 30 نفر تقسیم کرده دهیم. می شود که 30 روزه فدیه را مقداری مثلا 45 کیلو ارد و یا 45 کیلوگرم برنج و یا می شود که بهترینش آمیخته، یک قسمی از ارد، یک قسمی از برنج، یک قسمی از مویز، تا که نفری کمبغل از همه اش استفاده کند. این باز رحمت و شفقت رو میفهموند، باز ثوابش هم زیاده است. می توانیم به یک عائله دهیم. و اگر نفرانی که 3 سال و 4 سال پیش هم فدیه نداده بودند، شرایط پست داشتند و الان شرایط خوب دارند، حتما باید 3 سال و 4 ساله اش را یکتا کرده تا 150 کیلوگرم و یا 200 کیلوگرم شود هم آن را به کمبغلان میدهند. چه خیلی که گفتیم می شود به یک چند کمبغل داد، می شود به یک کمبغل داد، اما باید خوراکه باشد. پول را نمیدهیم برای آن که نمیدونیم که به پول خوراکه میخرد و یا نه. و عزیزان اینجا گروه دیگری که آنها به جای روزه خود فدیه میدهند، نفرانی هستند که سن و سالشان بالا است و آنها نمی توانند الکی روزه گیرند. مثل اینکه نفری از 80 عمرش بالاتر است، نفری از 75 بالا است و یا حتی از 60 و چند بالا است و جسم ضعیف دارد و قوت او به روزه گرفتن نمی رسد. انا این گونه انسان ها نیز موافقی گفته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگویند به همین آیت و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، هم بیمارانی که الکی برای شفا یافتنشان امید نیست، هم نفرانی کهنسال داخل می شوند. پس هر نفری که بابا و بیبی یا پدر بزرگ و مادر بزرگ دارد که سن و سالشان بالا است و یا پدر و مادر دارند که بالای سرشان هستند و سن و سالشان بالا است و آنها روزه گرفتن نمی توانند، این انسان ها نیست یا این نفرانی که سن و سالشان بالا است به جای هر یک روزه که روزه نمیگیرند به خاطر سن و سال بالا الکی باید فدیه دهند. و فدیه آنها هم عیناً همین 1.5 کیلو یا از خام، از آذوقه واری خام، یا اینکه از خوراک پخته به یک نفر. اگر گفتن بعد از رمضان یا در روز 30 رمضان مایان 30 نفر کمبغل را جمع میکنیم و خوراک میدهیم و یا یک همسایه کمبغلی ما هست به او هر روز به جای او افطار پختن به خودش افطار کرده میبریم، این هم میشود. پس آنها یکی سن سالشان بالا است و به خاطر پیرانسالی روزه گرفته نمیتوانند، به اینها نیز حتما به جای هر یک روزه که نداشتند باید فدیه داده شود. بعضی ها میگویند پدر و مادر من الکی خودشان کهنسال هستند، آنها روزه گرفته نمیتوانند و این چونین پنسیونر یا خود نفقه خور هستند، فدیه هم داده نمیتوانند. و یا بعضی ها میگویند خویش و تبار من هستند، البته بیماری سرطان دارند و یا قند و یا چیزی دیگر، اما شرایط برای فدیه ندارند، یعنی برای 30 نفر رو سیر کردن و یا به 30 نفر برنج و یا خوراکای دیگر خریدن شرایط ندارند. البته در این وقت باید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این قانونی اساسی شریعت است که الله کسی را به شرایطش نگاه کرده از آن بالاتر به چیزی امر نمی کند، چی مادی باشد چی جسمانی. ولی فرزند هست، حتما باید فرزند به جای پدر و مادرش فدیه دهد. و خویش و تبار هستند، خویش و تباری که میدونند که آنها شرایط دارند،
در این وقت اینها باید فدیه دهند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من مات و علیه الصیام صام عنه ولیه. هر کسی که مرد و او قرض روزه داشته باشد، ولی او خویش و تبار او به جای او باید روزه گیرند. پس عیناً به همین روزه گیری فدیه دهی هم داخل می شود. وقتی پدر و مادر شما نفقه خور هستند، شرایط خوب ندارند، حتما شما باید از نام پدر و مادر خود فدیه روزه آنها را دهید تا که به اجر زیاد نائل شوند و در سرشان قرض نماند. چون این قرضی که خوراک دادن به مساکین هست، قرضی هست که هم از الله قرضدار هستیم، هم از یک کمبغل که بالای ما الله آن را فرض گردانیده است. و یا خویش و تبار داریم، میدونیم که شرایط ندارند، البته که از نام او به کسی فدیه میدهیم. و یکی از سوال هایی که درباره فدیه بعضا مطرح می شود، بعضی ها میگویند پدر و مادر من می توانند فدیه روزه اشان را به فرزندان خود و یا به نبیره های خود دهند. و یا اینکه بعضی ها میگویند من بیمار هستم و من هرگز برای من روزه داشتن جایز نیست، سلامتی هم خوب نیست، می توانم به پدر و مادر خود همون آذوقه‌واری و یا خود به گفته عادی تاجیکی خودمون که اصلا با کلمه روسی خیلی استفاده میکنیم، پرادکت کنم و برم و به پدر و مادر خودم دهم. در اینجا عزیزان، چگونه ای که در وقت زکات فریضه دادن نباید به پدر و مادر خود، بابا و بیبی خود، فرزندان خود، نبیرگان خود نباید زکات داده شود، چون نفقه این انسان ها بالای هر یک انسان واجب است. در خودی فدیه روزه هم به نبیره خود، به فرزند خود، اگرچه محتاج باشد، دانشجو باشد و یا اینکه به پدر و مادر خود فدیه را نمیدهند. و حتی بعضی از علما میگویند فدیه روزه خود را به خویشاوندان خود هرگز ندهید و آنها در رمضان عادی کمک کنید. فدیه روزه را به یک بیگانه کمبغل دهید، اونی که بیگانه است و کمبغل است، اگرچه به تقا و خاله بچه و اینها داده می شود، لیکن یا به جیان یا به برادر خود، اما برادری که نفقه او، کمک او بالای شما فرض نیست و او در کفالت شما نیست. پس فدیه روزه را به فرزندان خود، به نبیرگان خود نمیدهند. این چونین فدیه روزه که داشته نمیتوانند به پدر و به پدر بزرگ خود، به مادر و به مادر بزرگ خود نمیدهند، برای آنکه این نفرها الکی نفقه و یا یاری آنها به هر یک انسان فرض است. اگر به او فدیه دادیم، گویا که از مال خود به او دادیم و کمکی که به او میکنیم در جیب خودمون، کیسه خودمون میماند که این یک نیرنگ شرعی می باشد. ولی به یک کمبغل همسایه باشد، خویش دور باشد، حتما باید فدیه ها داده شود. و عزیزان تصور کنید در تاجیکستان امروزه چقدر انسان ها برای معرکه های ریا، برای توی عروسی که می شود یک دیگ خوراک شود، 2 دیگ و 3 دیگ خوراک میکنند. جشن تولد، جشن نوروز که دیگر اسراف درباره آن اصلا گپ ندارد. در این باره اگر صحبت کنیم باید خیلی خیلی از اسراف حساب کتاب کنیم، ولیکن اینها رو همه میکنند، از ترس مردم میکنیم و یا اینکه به خاطر نمیدونم چیزی دیگر، ریا و خودنمایی. لیکن در موضوع فدیه روزه وقتی مسئله باز می شود، خیلی کم نفرانی رو می دانید که می گویند نترسیده از نام پدر بزرگ و مادر بزرگ خود من فدیه می دهم، یا من از نام فلان بیمار من فدیه می دهم، و یا این فدیه روزه من است. یعنی فدیه روزه که فرض است حتما باید داده شود، درباره‌اش آیت قرآن است، درباره‌اش آثارهای صحابه هست، مردم نادیده گرفتند و یک چت گذاشتند و خوراک هایی که به ریا و به خود نشاندهی و حتی به گناه آمیخته است، اون رو چقدر میپزیم و میدهیم و باز از آن فخر میکنیم که من آش کردم و چیزی دیگر. اگر همین فدیه روزه از طریقه پختن نه خام تقسیم کرده شود، پولش که جایز نیست دادنش، خام تقسیم کرده شود، یعنی هر یک نفری که بیمار است و یا کهنسال است و روزه گرفته نمیتواند، به یک کمبغل ببینید که 45 کیلوگرم اگر برنج دهد در یک سال، یک کمبغل چقدر وقت میتواند زندگیش از برنج مثلا شرایطش الکی مهیا شود و چقدر نفران میتوانند یک
مسئله آذوقه‌واری و یا کمبودی ارد از خانه هایشان روند. پس بیایید فدیه روزه که اگرچه با دور ماندن ما از شریعت در بین مردم گویا که یک چیزی فراموش شده است، مردم در خاطر ندارند فدیه چی است، در حالی که در تمام کتاب های فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه در این باره خونده می شود. بیایید فدیه روزه را احیا کنیم و به نفرانی که در حقیقت مستحق هستند و این چیز حقدار هستند به صاحبانشان برسانیم. اما گفتیم مثلا من در روسیه هستم، من در مهاجرت هستم، فدیه روزه همسرم هست و یا اینکه پدر و مادری از دنیا رفته هم هست، اون رو من میخواهم به تاجیکستان فرستم. در این وقت چگونه باید فرستم؟ حتما خوراکی که یک نفر خورده سیر می شود و یا بیاید از خامش آسان تر است، مقدار 1.5 کیلو ارد و یا 1.5 کیلو برنج رو ما حساب میکنیم که چقدر پول می شود. اگر گفتیم 1 کیلو ارد 20 سومون است، برای مثال 1.5 کیلو ارد 30 سومون است. پس برای 30 روز 30 سومون رو ما حساب میکنیم و پولی 45 کیلوگرم ارد رو به یک نفر میفرستیم و میگوییم به همین پول ارد خر، و یا اینکه پولی 45 کیلوگرم برنج رو میفرستیم به یگان نفر و میگوییم به همین برنج خر و برو به خانه فلانی نفری که محتاج است به او بده. در این وقت فدیه از ما خلاص می شود. ولی چه خیلی که گفتیم فدیه رو پیشکی نباید داد، فدیه رو زمانی می دهیم که الکی ماه رمضان تمام شد و اگر در نزدمان یگان نفری کم بغلی باشد هر روزه اش رو می توانیم هر روزه دهیم. و در مصر یک سنت عجایب دارند که برای فدیه روزه را دادن اساسا نفرانی که بیمار هستند و یا کهنسال هستند در آخران روز رمضان از یگان آشخانه و یا خود طعامخانه که در آنجا خوراک میپزد برای 30 نفر خوراک تیار میخرند و به 30 عائله و یا خود به هر عائله که در آنجا چند نفر است حساب میکنند و به خانه ها برده تقسیم میکنند. از این هم میشود که میگوید مثلا به فلان آشخانه چقدر خرسند میشوند عائله های کم بغل که گوییم بیایید به همین آشخانه بعد از رمضان برای همه‌تان یک خوراک از نام من است. البته فدیه روزه نگوییم هم میشود، فدیه روزه نیتش رو با قلب میکنید، با دهان گفتن شرط نیست. میتوانیم به یگان آشخانه برای باز خیلی خرسند شدن یک عائله رو دعوت کنیم و یا یک چند عائله رو که همگی مجموعه 30 نفر میشوند و به آنها فدیه همان خوراک رو در همان آشخانه مهمانی کرده دهیم. اما شرایطی من نمیبردارد، من در آشخانه نمیتوانم ضیافت دادن. گفتیم دیگر هر نفر من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از خوراکی که عموما خودمون و خیش و تبارمون عائله امون میخورن از آن به یک کم بغل فدیه میدهیم. این بود عزیزان درباره فدیه. فدیه روزه که هر کسی که بیمار است و بیماری او دیگر برای شفا یافتن امیدی نیست و این چونین هر نفری که سن و سالش بالا است و دیگر او سال از سال حالتش بد شده میگیرد روزه گرفتن نمیتواند، از نام او فدیه میدهند. اما بیمارانی که میدانیم که انشالله این رمضان سلامتیشان بد است ولیکن رمضان آینده به اذن الله شفا مییابند که الله به همه بیماران شفا دهد، اینها این ماه رو روزه نمیگیرند ولیکن بعد از رمضان وقتی سلامتیشان خوب شد کم کم خواستند در یک هفته 2 بار، خواستند 3 بار تا رمضان آینده روزه اشان رو قضا اش رو گرفته میدهند. و چه خیلی که گفتیم اگر نفری از دنیا رفت و او روزه نمیگرفت و سببش بود که بیمار بود، فدیه اون نفری از دنیا رفته رو خیش و تبارش باید بدهند، علل خصوص فرزندانش، فرزندان نباشند برادر و خواهر که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من مات و علیه الصیام صام عنه ولیه، هر کسی که مرد و قرض روزه داشته بود از نام او خیش و تبارش روزه میگیرند. لیکن نفرانی که قدرت روزه داری رو داشتند اونها سلامتیشان اونقدر بد نبود و فقط 5-6 روز آخر حالتشان بد شد و از دنیا رفتن، در این وقت خیش و تبار میتوانند فدیه نیبو همان 5-6 روز رو روزه گیرند و یا اینکه نه همان 5-6 روز رو هم همچون بیمار حساب کرده دیگر فدیه اون رو دهند. الان باشد این مختصرا درباره فدیه بود. بیایید به قسم سوال و جواب میگذاریم، میبینیم که چه سوال هایی هست و اگر سوال ها باشد حتما در جواب هستیم. اینجا سوال اول
اپا جان، من همین رو نمیفهمم. عبادتی اجرا نشده چگونه با پول و مبلغ جبران می شود؟ پیش از اینکه به سوالتون جواب دهم، سوال دهنده عزیز، این است که شریعت همه چیز را با عقل درک کرده نمی شود. در شریعت بعضی از امرهایی هست که الله به ما امر کرده است، هرچی فکر کنیم هم ما پیدا کرده نمیتوانیم. حکمتش در نزد الله است. مثل اینکه چرا ما دو بار سجده میکنیم و یک بار رکوع میکنیم؟ چرا ما یک بار سجده نیم و دو بار رکوع؟ این چیزها نیست. یعنی این را الله گفت ما انجام میدهیم. چی باش نیست برای اون که بنده بودن، عبادت کردن همین است که سمعا و طاعتا میگوید. این اول. چیز دوم این است که حضرت علی میگویند اگر شریعت رو با عقل ما میفهمیدیم، من در وقتی به مسی مس کشیدن به بالای پایهایم نبود، به پستش مس میکشیدم، برای اون که ما با تی پا راه میرویم. ولیکن چون پیامبر به بالای مسی مس کشیدن، من هم به بالایش مس میکشم. یعنی همه چیز رو با عقل خود چرا این است چرا این است نمیگوید. هر چی که الله گفت اون رو انجام میدهید. انا همین عبادت و بندگی است که الله چیزی رو که گفت من اون رو سمعا و طاعتا گوش کردم و اطاعت میکنم میگوید. و چگونه با پول و مبلغ جبران میشود؟ الله این رو گفته است. وقتی که الله این رو گفت که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، چی به ندارد برای شخص مسلمان. تو گفتی من این رو انجام میدهم. یعنی الله تو همین رو گفتی که وقتی شرایط برای روزه‌داری نداری، تو باید جبرانش رو با طعام دادن مسکین انجام دهی. این رو الله گفت من این رو انجام میدم و این بندگی میباشد. سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر عزیز، خیلی دانشمند بودید. آیا نمی شود که درس های آنلاینی مثل ویبین رو تشکیل کنید و ما همسران و دختران خود رو به شاگردی شما دهیم؟ و علیکم السلام و رحمت الله. خوش به حال شوهر و یا پدری که میخواهد همسرش، دخترانش از علم شریعت با خبر باشند، از حلال و حرام با خبر باشند. خوش به حالتون. و ما درس های هم آنلاینی و هم درس های گروهی داریم. در واتساپ و تلگرام هم کم کم می رود و می توانید رقم ما رو از همکاران ما گیرید که می توانند همسر شما و دختران شما به گروه های درسی ما چه سوال و جواب، چه درس های تفسیر و حدیث و اینها داخل شوند. و این رو ما داریم البته چندین سال است با فضل و رحمت پروردگار. سوال دیگر. یگان علاج روزه رو خورده به جایش پول داده ثواب روزه رو گرفتن هست یا نیست؟ روزه رو خورده به جایش پول داده ثواب روزه را گرفتن چنین گپ وجود ندارد. یعنی یک نفر را میگوید به جای من روزه دار، به او پول میدهید، و یا یک نفر را مثل این مانند کنید میگوید به جای من نماز خون، من به تو پول میدم. چنین چیز وجود ندارد. فقط نفرانی که با نص آیت و با گفته صحابگان ذکر شده اند، آنهایی که بیمار هستند و کهنسال هستند روزه نمیگیرند و پولش رو میدهند. اما انسانی ساق سالم حتما باید روزه گیرد، برای آنکه روزه گرفتن برای مسلمان فرض است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و این آیت پروردگار است. و حتی بعضی از علما میگویند هر کسی که به سبب، به یگان سبب روزه رو نمیگیرد، او از زیناکار و عرقخور هم گناهش سخت‌تر است و تمام عمر روزه گیرد هم بداند که جبران آن روزه خورده‌اش رو کرده نمیتواند مگر با سبب بیماری و یا با سبب دیگر باشد. سوال دیگر. فدیه روزه و فطر روزه چی فرق دارد؟ سوال کننده عزیز، فدیه روزه هر کسی که به خاطر بیماری و یا به خاطر کهنسالی طاقت روزه گرفتن رو ندارد، به جای یک روز خورده اش یک نفر رو سیر میکند، اون رو با خوراک دادن جبران میکند. امروز من روزه نگرفتم، بیمار هستم، برای اون که این بیماری من بر دوام است، من به جای هر یک روزه خورده ام به یک کمبغل مقدار 1.5 کیلو برنج و یا ارد میدهم و یا اینکه یک نفر رو هر روزه سیر میکنم. این فدیه روزه است. فطر روزه باشد هر یک مسلمان، بای، کمبغل، خردسال، کودک، جوان، هر کس که هم باشد، هر یک مسلمان در آخرین روز رمضان و پیش از نماز عید برای اون که روزه را داشت و برای شکر گزاری و پاک کردن روزه از بعض گناهایی که آمیخته شد، فطری روزه اش را میدهد. فطری روزه 2 برابر فدیه روزه است.
تقریبا 3 کیلو و یا 3.5 کیلو برنج و یا هر عضوقه که اون رو ما میتوانیم ذخیره کنیم. مثلا ارد می شود، مکرون می شود، گندم می شود و یا اینکه مویز و زردآلو و از چهارمغز و اینها می شود. یا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام ابن تیمیه هم همین قول مذهب ابو حنیفه رو راجح میکنن. پولش رو هم میتوانیم به قم بغل دهیم، یعنی مقداری 3.5 کیلو برنج و یا ارد رو به یک قم بغل میدیم. این رو فطر روزه میگویند که همه میدهند، حتی از کودکی که 1 ساله است و 1 روزه است فطر روزه رو باید پدر و مادر بدهند. اما فدیه فقط برای نفرانی بیمار و به نفرانی کهنسالی که روزه داشته نمیتوانند. سوال دیگر عزیزان، آیا شخصی قرضدار هم باید روزه اش را خورده باشد و از کاتگوریای فدیه دهندگان باشد باید فدیه رو بدهد؟ البته کسی که قرضدار هست و یا قرضدار نیست، اگر به خاطر بیماری و یا کهنسالی روزه اش رو خورده باشد فدیه اش رو میدهد. اما گفتید هیچ شرایط ندارد و گفتی خودمون نانی خوردنی ندارد، از کجا میدهد؟ در اینجا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله کسی رو از شرایطش بالاتر مجبور نمی کند. بعد که شرایطش بهتر شد بعداً می دهد. الان هیچ شرایط نداشته باشد نه، لیکن تقریبا مثلا 100,000 سومون قرضدار است، اما ماشاءالله در خانهش گرونجش هم هست، اردش هم هست، درآمدش هم هست. در این وقت از همین خودی خانهش هر روزه نگرفته اش رو فدیه اش رو می دهد. سوال دیگر، وقتی کافر مسلمان می شود آیا از سن بلاغت رسیدنش تا روز مسلمان شدنش فدیه نماز و روزه اش را می دهد؟ نه عزیزان، وقتی که انسان کافر بود و مسلمان شد هر چیزی که گذشت دیگر وی رفت. از همین روز حیات اسلامی اوش سر می شود و او نه برای روزه های نداشته اش، نه برای زکات های نداده اش، نه برای نمازهایش به یگان تاش قضا و یا اینکه جبرانش را نمی دهد. شخصی کافر از همان دقیقه که مسلمان شد مکلف می شود، از این پیش او مکلف نبود و این در نزد جمهور علما. سوال دیگر، یک مرد زنش را طلاق نداده است، 4 فرزند دارد، به خاطر دینداری اش سوس بودن زنش طلاق نداده با او زندگی میکند، مسئولیت تامینش بر عهده اش است. باید این مرد فدیه زن فاسقش را که روزه نمیگیرد بدهد؟ زن فاسق و یا خود فدیه عزیزان اینجا هر نفر فدیه نمیدهد. مثلا یک نفر صحت و سلامت است، بیمار نیست، عموما روزه نمیگیرد، برای اون که مثلا ایمان ضعیف دارد و نعوذ بالله بعضی از علما میگن او زندیق است، کسی که دیده و دانسته روزه نمیگیرد او رو شما میتوانید حتی گویید این از دین نزدیک است خارج شود و فدیه را فقط به زنتون میدهید که یعنی از نام همون زنی میدهید که او بیمار است و هرگز برای شفا یافتن او امیدی نیست. این وقت از نام او فدیه میدهید اگر او هیچ شرایطی فدیه دادن را نداشته باشد، یعنی خودش پول شخصی نداشته باشد. نه زن عادی از سلامتیش خوب است و از روی تنبلی و یا از روی به معصیت آلوده شدن برای نفسش به زور آمده نمیتواند اگر روزه نگیرد او فدیه ندارد، او بعدا حتما باید توبه کند و این روزه هایش رو گیرد. سوال دیگر، آیا فدیه روزه و یا فطر روزه را به مسجد ده ممکن است؟ عزیزان، مسئله به مسجد دادن فطر روزه و یا فدیه روزه در همین زندگی که الان ما داریم که خیلی کم از اهل مسجد علل خصوص در تاجیکستان امامان و دیگر کمک کننده های آنها از اهل امانت هستند، بیایید فدیه روزه خود را و فطر روزه خود را خودمون که میشناسیم در اطرافمون بینوایان و کمبغلان زیاد هستند با دست خودمون دهیم تا اینکه به شخصانی که به همین فدیه و یا فطر روزه ما که در آخر رمضان در روز عید میدهیم مستحق هستند به آنها به دستشان برسد. در تاجیکستان مثلا سال گذشته از آن پیش در بدر فطر روزه را جمع میکردند. آیا کسی میداند که کدام کمبغل آن را گرفت و از آن استفاده کرد؟ برای همین بیایید فطر روزه و فدیه روزه را با دستان خودمون به کمبغلان دهیم. اما جایهایی که مثلا 100% همه میدونند که این مسجد از اهل تقوا است،
امام این مسجد همون فدیه رو میگیرد و خودی همون روز به کمبغلان میدهد و در همون مسجد نامهای کمبغلان ثبت شده است که اساسا در بعضی از دولت‌های عرب این وجود دارد. همون روزی که فدیه آمد امام مسجد به یک چند کمبغل زنگ میزند که بیایید فدیه از این رو گیرید. این مسئله دیگر است. اما این گونه مسجدها در تاجیکستان ما هیهات که خیلی دور است و بیایید با دستان خود دهیم، به یگان مسجد ندهید مگر اینکه 100% میدونید که امام مسجد همین که به دستش دادید و الکی به کمبغل میدهد. لیکن این گونه شرایط الان امانت هم کم است و اهل امانت داری هم الان خیلی زیاد به این کارها خیانت کرده ایستادند. سوال دیگر، کمیته محله ما فرمان از بالا گفته فطر روزه جمع کرده است. می شود که بدهیم به یعنی نوشتگی هست. کمیته محله برای گرفتن فطر روزه هیچ حق ندارد. فطر روزه را حتما به کمبغلان میدهید. کمیته میبرد و به کی میدهد شما نمیدونید. حتما ندهید، یعنی 100% به اون ندهید. گوید من دادم الکی من فطر روزه ام رو دادم نمیدهم و خودتون البته که خش و تبار دور دارید و یا همسایه دارید و نفر دارید که حتما شرایطش پست است، با دست خودتون بدهید، برای اونکه اینها هم سبحان الله یکی از گروه های دیگری دزدی و غارت هست که از هر راه از مردم تا یک تن میتوانند جمع میکنند. سوال، یک نفر باید چند سامانی فدیه دهد؟ یک نفری که بیمار است و یا پدر و مادر بیمار دارد، سامان را از آذوقه‌واری خودی کشورش معین میکند. مثلا در تاجیکستان 1.5 کیلو برنج چند سوم است، یا اگر گفتید نه من کم بغلتر هستم از ارد میدهم، میتواند هر کس شرایط خودش به نگاه کرده دهد. 1.5 کیلو ارد چند پول است، همون پول رو فدیه میگن که لیکن فدیه رو با پول نمیدهند، فدیه رو طعام میدهند. با طعام در قرآن آمدگی هست حتما طعام دهد. با پولتون شما 1.5 کیلو برنج برای هر یک روز، برای یک ماه 45 کیلوگرم و اگر ارد باشد برای یک ماه 45 کیلوگرم ارد رو میخرید و به یک کمبغل برده میدهد. سوال دیگر، سال گذشته ما یک گروه غریبان در کرونا در خانه بودیم، کار نیست پول نیست، فطر روزه را به همدیگر دادیم چون دیگر شرایط نبود. آیا این درست است؟ البته که درست است. شما در یک جا بودید و میدونستید که نفری که در نزدتان هست فرزند شما نیست، پدر و مادر شما نیست، او کم بغل است، محتاج است و مسکین است، هیچ مشکل ندارد و الله تمام مهاجران را با فضیلت این ماه مبارک از تمام قشاقی و کمبغلی و بیماری و کم دستی خودش رها کند. سوال دیگر، من اینوالید هستم، در ضمن این معده ام بیمار است، دارو هستم، اگر من فطر روزه و یا فدیه ام رو به خواهرم یا پدر و مادرم دهم می شود؟ البته که خیلی که در رفت برنامه گفتیم به پدر و مادر خود فدیه روزه رو دادن جایز نیست و از روی تقوا به خواهر خود هم ندهید، برای اونکه اگر دارو هستید از روی برادری و اصیله رحم به خواهرتان کمک کنید و این فدیه که حق مسکینان است. الله میگوید طعام و مسکین، بیایید به کم بغلانی که خیلی محتاج هستند به دست اونها رسد. اگرچه به خواهرتون به پدر و مادر اتفاقا جایز نیست، به خواهرتون دادن جایز است، ولیکن تقوا این است که به نفری که بیگانه و خیلی محتاج است به آن دهیم. نگفتید به خواهر من هم خیلی حالتش وزمین است، در این وقت اجازت هست. سوال دیگر، فطر روزه در امریکا $10، در تاجیکستان $1. آیا شخصی در امریکا بوده فطر روزه را به تاجیکستان با نرخ فطر روزه تاجیکستان فرستاد درست است؟ در وقتی دادن چی مثلا پول دهیم و یا خوراکواری دهیم اساسا با دلار حساب نمی کنند، با نرخی آذوقه حساب میکنند. برای همین شما $10 و $1 نمیگوید. در تاجیکستان 1 کیلو برنج 100% که $1 نیست، تقریبا $2.5 است تا جایی که من میدونم. 1 کیلو برنج پس 3.5 کیلو برنج چند سوم میشود؟ در تاجیکستان هم مقدارش زیادتر است. مقداری 3.5 کیلو برنج و یا اینکه 3.5 کیلو ارد را در تاجیکستان حساب میکنید و آن را میدهید. پولش را با نرخ آذوقه حساب کرده میدهند، با خود پول نه. یعنی 3.5 کیلو برنج در امریکا چقدر است، در تاجیکستان چقدر است؟ شما که در تاجیکستان میدهید همون پول را به نرخ آذوقه واری تاجیکستان حساب میکنید و عجیبش این است که خیلی زیاد در اخبارها میخوانیم که الان
نرخ برنج و پروداکت های تاجیکستان حتی از آمریکا و اروپا هم قیمت‌تر هستند. یعنی برعکس می افتد. اگر فطری روزه ارد رو علل خصوص بین مثلا اروپا و بین تاجیکستان مقایسه کنید، در تاجیکستان گرانتر می افتد. ولیکن با خود پول و با آذوقه حساب کرده میدهید. یعنی میپرسید که در تاجیکستان 3.5 کیلو مثلا برنج چقدر هست پولش و همون رو میدهید که به همون باید خریده خورد. نخرد هم در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است. سوال دیگر: آیا فدیه را به شخص بینماز دادن ممکن است یا نه؟ پیش از همه درباره شخص بینماز در برنامه آستانه روز جمعه صحبت کرده بودیم که بینماز اگر نماز را انکار نکند او مسلمان است، اما به گناه کبیره داخل شده است. اما بینمازی که نماز فرض نیست، فرض باشد هم برای من نیست میگوید، این یک نمود جهد است و یک نمود ببخشید کاملا انسان را از دین میبرارد. و این انسانی به نماز اگر گوید من از روی تنبلی نماز نمیخوانم و من انشاءالله نمازم را میخوانم، انشاءالله مسلمانی گناهگار است، مشکل ندارد که به او فدیه دهید. ولیکن به هر حال وقت دو نفر مسکین است، دو نفر کمبغل است، یکی خیلی انسانی خدا ترس و عملهای صالح زیاد دارد، یکی به نماز و به گناه میرود، البته که به شخص صالح اگر دادید اجرش زیادتر میشود. از سوال دیگر: در روزه استفاده خمیره دندانشویی جایز است یا نه؟ در روزه مسواک کردن جایز است و اتفاق تمام علما. در این باره حدیث هم هست در ابن ماجه و دیگر کتاب های سنن هم هست که زیبایی روزه در مسواک است و یا خود مسواک چخیل در روزه به انسان یک نمود نشاط و یا گفتیم تبش رو خوش میکند. و خمیره دندانشویی یا زبنه پسته که میگویند عادتاً بروسی، این هم مثل مسواک است، اون رو فرو نمیبرید، اگرچه دهان رو یک طعم خوش رو میکند لیکن به روزه‌تان هیچ ضرر نمیرساند. هر چیزی که از گلویتان خوردید و به معده رفت و یا از بینی ریخته شد و به معده رفت، و در نزد اکثر علما هر چیزی که حتی از گوش ریخته شد و به معده رفت، انا اینها روزه رو میشکند. دندانشویی رو میشوید و توف میکنید، این دیگر به روزه‌تان ضرر نمیرساند. سوال دیگر: پسرم از 9 سالگی 3 سال می شود روزه گرفته است. روزه های پیش از بلاغت گرفته اش چی می شود؟ تشکر. سوال دهنده عزیز، هر روزه که پسرتون پیش از بلاغت رسیدن گرفت، این ثوابش هم برای شما هم برای خودش هست و این حکمت و فضیلت پروردگار است که کودکی که به بلاغت نرسیده است هر گناه کرد و نامه اعمالش نوشته نمی شود، اما هر عمل ثوابی که کرد نوشته می شود و هر عمل ثوابی که کرد به پدر و مادرش هم اجرش نوشته می شود. ولیکن این رو بدانید که 9 سالگی این به بلاغت رسیدن نیست. به بلاغت رسیدن در سن و سال نیست. اگرچه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانی که فرزند 15 سال شد الکی او به بلاغت رسیده است، اگرچه علامت های بلوغ نیست، اما عموما بلاغت را با نشانه هایش، مثلا پسرچه آوازش قفز می شود، شکلش به مرد مانند می شود، قدهایش استخوانش وسیع می شود، دخترچه الکی حیث می شود، از این می فهمند. لیکن به هر حال هر روزه که پیش از بلاغت گرفته شد و هر نماز و هر عمل ثوابی که کرد برای خودتون هم اجرش هست و در نامه اعمال او هم وجود دارد که حتما به آن در روز قیامت رسیدگی میکنید. سوال دیگر: عائله‌ام حامله‌دار بیمار است، دکتر در روز 3 وقت دارو تعیین کرده است، آیا روزه دارد یا نه؟ روزه ندارد، باید فدیه دهد یا بعد حامله‌داری روزه دارد می شود؟ پیش از همه حامله‌داری یکی از سبب‌های رخصت در نگرفتن روزه است. برای همین در این باره حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله برای مسافران روزه و نماز را، نصف نماز را گرفت. یعنی مسافران میتوانند به جای 4 رکعت 2 رکعت نماز قصر خوانند و برای شخصانی که حامله دار هستند، زنهایی که حامله دار هستند و کودک شیرده دارند، از آنها روزه را گرفته است یا رخصت داده است. و زن حامله دار اگرچه دارو نخورد هم وقتی از روی تجربهش میداند که جسم ضعیف دارد و به او ضرر میرساند، خونش کم است، دورانی پست دارد، او میتواند روزه نگیرد، هیچ گناهکار نمیشود، ولیکن او فدیه نمیدهد. فدیه
فقط به کسانی هست که بیمار هستند و به سلامت شدن آنها، بهبود شدن آنها هیچ امیدی نیست، مثل آنهایی که الله نگه دارد به بیماری سرطان یا خود رگ گرفتار هستند و یا نفرانی که درجه بالای کسلی قند دارند. اما نفری بیمار ببخشید حامله دار بعد از تولد کردن و بعد از شیر دادن که سلامتیش خوب می شود، یک به یک همه روزه های غذااش را، یک ماه باشد یک ماه میگیرد و می تواند در یک هفته 3 روز، در یک ماه 4 روز، یعنی تقسیم کرده قرضهایش را گیرد. حتمی نیست که قرض روزه را یا خود قضای روزه را یک ماه پی در پی گیریم. برای قضای روزه ما مهلت داریم که از این سال تا سال دیگر اگر زن شیر دهد حتی میتواند در دوام 2-3 سال تا اینکه از شیر میبرارد باز دیگر سلامتیش خوب میشود، غذاهایش را همه اش را گرفته دهد. و زنی حامله و زنی که کودک شیر خوره دارد او میتواند روزه نگیرد، برای او رخصت است. بعد از شیر جدا کردن و بعد از حاملگی و از این پریشانی ها برآمدن یا خود مژده ها برآمدن دیگر میتواند روزه اش رو یک به یک غذا اش رو گیرد. و این بود عزیزان برنامه امروزه ما ترازوی عمل درباره دادن فدیه به نفرانی که بیمار هستند، بیماری که به آنها هیچ امیدی نیست که صحت سلامت میشوند، و به نفرانی که سن و سالشون بالا است و الکی سال از سال آنها بی قوت میشوند باید فدیه دهند. 1.5 کیلو برنج و یا 1.5 کیلو ارد و یا هر چیزی که ذخیره میشود به یک نفری کم بغل و یا آن را پخته خوراکش رو هم به مقدار سیر شدن به یک کم بغل داده می شود و یا با پولش حتما خوراک خر میگوید که این چیز خیلی الان بسیاریش خیلی که گفتیم نمیخرند، بهترش خودی آذوقه رو دهیم. اما اونهایی که بیمار هستند و ان شاء الله امیدی هست که بعدا صحت و سلامت میشوند، اونها فدیه نمیدهند. بعد از صحت و سلامت شدن روزه اشون رو، قضا اش رو یک به یک داشته میدهند که برای اونها هیچ گناهی نیست، برعکس ثواب میگیرند برای اجر هر یک بیماری و دردی کشیده اشون. با همین به پایان برنامه رسیدیم. صحت و سلامت و بارزاگی پروردگار الهی تمام ماه رمضان را سپری کنید و دعاهای شما، روزه و عملهای صالح شما را الله مهربان به درگاهش قبول کند. دعا کردن در حق پدر و مادر خود، در حق کل مسلمانان و در حق مردم عزیز مظلوم من تاجیکستان هم که همه شما عزیزان هستید فراموش نکنید. در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.